در مسئله های سودا چندی بار صحبت کردیم، اما سوالی که امروز شدگی هست، برادرها می کار میکردستند. یک نفر میخواهد که بار بخرد، پول ندارد. یک نفر دیگر پول دارد اما بار خریدگی نیست. مثلا در اون نفر دیگریش میدهد $1000 را. مثلا آدمی که پول نداشت نزد این نفر پولدار میاد میگه ما بار خریده بتید. اون آدم پولدار در دستی همون آدمی که بار به کار رسونه $1000 میدهد، میگه برای $1000 بار بگی، در بولش $100 دیگر زیادی کرده بعد به من گردونده میدهی. این چه حکم دارد؟ و گاهی میشید است که اون $1000 میدود است، $100 باید همون آدمی که پول گرفته است باید رفته بار بخرد، به صاحب پول $100 گردونده میدهد. میخیل حاجی بار نخریده، هیچ نکرده، حاجی به شما میدهم، میگه بعد من رفته بار میخرم، خیلی بعد $1000 کده شما گردونده میدهم. این درست نیست است. یک طریقه ربا، یک طریقه که بگیم حاجی اصلا اون انسان پولدار بار نخریده است، اصلا حاجی اون بار ندارد. از شما یگان سون پول گرفتن حاجی حق ندارد. وقتی شما شما در پول داده است $1000، شما تنها وکیل شده میتونید که بره هم بار بخرید، بار تیار شد میاره در همون صاحبی هم پول میدهید، میگه نه بار شما رو خریده آوردم، اگر بخواید این بارتون به ما بفروشید ما قبول میکنیم، بسیار خوب میشید. همین طریق میتونید که شما $1000 در $10,000 بار خریدید، میاره در هم صاحب پول تسلیم میکنه، شما وکیلش دیگه هستید، خلاص یگان راه دیگر نیست. شما وکیل هستید میخرید، یکی در یگانجا برده میمانید در کی جایی که نباشد، صاحب پول خبر میگه من بار خریدم، بار آماده هست، چی کدام به کار است. اگر بخواهید میبره مثلا که بیاید بگیرید بارتون قبول کنید، در همین حالت میتونید که صاحب پول به شما مثلا در $1000 بار گرفته باشید، میتونه که شما $1100 بفروشد، میتونه که $1200 بفروشد، یکی چند مقدار پول باشد، اما به یگام چیز شما در $1000 میدهد، شما گردانده به اون نفر پولدار با $100 گردانده میدهید، اوزی یگام بار نخریده، هیچی نخریده. این جایز نیست است، این ربا هست. باید اون چیزی که میفروشد باید اون حاصل باشد در دستی اون، یا اینکه در یگام مکانی که از همون خودی هم است، در یگام سکلت است، در یگام مثلا دکانش هست، مثلا میگه برای اونجا بارا بگی مثلا می پول داده تو فروختم بگد، این حالت رو میشد. اما اون بار ندارد، هیچ چیز ندارد، در تو $1000 میدید، تو با $100 گردانده میتید، اون انسان پولدار صراحتا ربا گرفته است، اون جایز نیست در این حالت ها. الله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.